تربیت سالم شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگاره رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که به واسطه با کار تعلیم و تربیت مشغولند دستورالعمل مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی اشور اشورزاد به سمع شما رسانیم. در جوانی امید و آرزو هست و هدف نیز هست که کس به سوی آن می رود. برای رسیدن به هدف به جوان دو نیرو در کار است: نیروی اراده و نیروی رفتار خوب، گفتار خوب، کردار خوب. زیاده کسان در این جهان با همان نیروی جسمانی و عقلانی و هر گونه نیروی دیگر و حتی لشکر ناتوان می مانند، زیرا نیروی زیبایی را که تواناتر از هر نیروی دیگر است با خود نداشتند. موازنت اراده و زیبایی خیرات به بار می آورد. در جوانی این سه صفت وحدتی سگانه می سازند که ایدئالی کامل می باشد. طبیعی است که جوان به الفت میل دارد. اگر چنین نیست پیداست که کمبودی هست، زیرا دوست گرفتن، دوست داشتن، مهربان بودن، اظهار عشق کردن برای او مهم است. امید دارند که وی شامل سازمان جوانان می شود، به خویشاوندان و دوستان غمخواری می کند، به آنها مهربان و دلسوز می ماند. ولی جوانی که الفت است و زود وارد جمعیت خوب و بد می گردد همیشه با خطر روبروست. جوانی تا اندازه دوران بی‌بصری است، زیرا نیروی شفق و شور و احساسات تند فواره می زند. برای جوان ره گم زدن همان گونه آسان است که به راهی درست رفتن. جوانی در سبزیش که سرشار از نیرو و تپ و تلاش و احساسات و تشنه دیدن و سنجیدنی نادیده و ناسنجیدنی هاست، آماده است هر راهی را که دوستانش نشان دهند بپذیرد. بنابراین آموزگار وظیفه‌دار است جوان را از هر گونه تأثیری بد دور دارد و بکوشد که پی نبرد او را نظارت می کنند یا آزادیش را محدود می سازند. چند ایدئال جوان عالی باشد، همان اندازه آینده بزرگ پیش رویش است. جوانی که خود را به خدمت دوستان، کارگاه، جمعیت و ملت می بخشد واقعاً به راه درست روان است. جوانی که با همجنس خود دوستی نمی گیرد یا به جنس مقابل میل ندارد تندرست نیست، زیرا این دو حالت دوری از معیار است و باید در ابتدا اصلاح شود. اگر به آن توجه نشود و به حال خود بماند، سرانجامی غمبار به بار می آورد. جوانی که با همجنس خود میل دوستی ندارد طبیعتاً سست اراده و شرمین است. گاهی آن بر اثر ناتوانی جسم، گاهی به دنبال آنکه او را زنی تنهای با مهر و محبت زیاد در ناز و نوش پروریده است رخ می دهد. برای همین زندگی پسر باید از بازی با پسرها آغاز شود. این گونه وی از دیگران همان خصلت‌هایی را می‌گیرد که برایش ضرورند.
مرد تولد شدن چیز دیگر است و فعل و خوی مرد را گرفتن چیز دیگر. مرد زاده شدن کافی نیست. تینت و سرشتی مرد را باید داشت. در جوانی ناتندرست این صفت می تواند رشد کند، ولی اگر وقت از دست رفت فایده ندارد. اگرچند می شود این گونه جوان را به جمعیتی همراه کرد که از آن تأثیراتی در کار بگیرد و فطرت مرد را تشکل دهد. همین پدیده را می توان در دخترها نیز آشکار کرد. دختری که در میان دختران کلان نشده است فعل و خوی دخترانه ندارد. در آینده او جنس خود را رد می سازد و به جنس مقابل میل پیدا نمی کند. در جوانی هنگامی که دختر خصلت‌های مردانه پیدا می کند باید زود به جمعیت زنانه وارد کرده شود تا شاید با گذشت وقت به روح او طور تأثیر رساند که فعل و خویش آن را بجبد و در او شخصیت زن را تشکل دهد. جوانان نیز هستند که میل زیاد به همجنسی خود دارند، اما به جنس زن با بیزاری می نگرند. برخی از این گونه کسان جسماً، برخی دیگر روحاً ناسالمند. و کسانی نیز هستند که میل به همجنسی خود در نهادشان نهفته است. زمانی بیداریش حالا نرسیده است. این پدیده دشواری های زیاد پیش می آورد. بیخبر از واقعیت آنها را عیبدار می دانند و از آنان چون همه میل به جنس مقابل را طلب می کنند. چون در می یابند آنچه امید کرده بودند ناشوده نیست. تابی دیدن آنها را نمی کنند. خانواده های زیادی هستند که به دنبال کمبود این نافهمی ویران شده و از میان رفتند. در حال آگاه بودن از این صنعت می توان با شکیبایی انتظار شد و با نرمی یاری داد، آن گونه که صبر غوره را حلوا می کند. جوانی که رفتاری خوب و دانشی خوب دارد اما شکیبا نیست و بردباری را نمی داند، نمی تواند در زندگی کامیاب باشد، زیرا می کوشد تنها با آنهای هم سبق باشد که خواسته دلی اویند. با آنهایی که در پایه او نیستند رو نمی آرد، کناره می گیرد و به اندازه بالا رفتن احساساتش بیشتر آشتی ناپذیر می گردد. فرو افتادن تمدن امروز پیامد کمبود صمیمیت در مناسبت است. آداب دیپلماتی تنها قالب است، آنجا صمیمیت جا ندارد. اما آدمی واقعاً با آداب آن است که محبت و صمیمیت دارد. صمیمیت اساس زندگی است. جوانی دوره است که بیشتر به افراط میبرد. از این رو بسیار جوانان شکل مصنوعی اندیشه و رفتار و گفتار را میپذیرند که خطرناک و بیفایده است. در نهاد جوان باید صمیمیت پرورش شود. پیوند مهر و صمیمیت در نهاد جوان بسیار مهم است، زیرا نیروی اخلاص و صداقت سحر آفرین است. همچنین غرور، روح فطری که در جوان رشد می کند باید به ایدئال مبدل شود. همان غرور که آدم را نسبت به دیگران دل سرد و سرکش و بی‌پروا می کند، اگر در جامعه احترام به خود در نهاد کس رشد کند در زندگی نشانی افتخار می شود. زیرا اگر غرور در آغاز زندگی به سمت درست رود به احترام آغاز می نهد. غروری که به سمت درست روانه شده است تینت و سیرت کس را تشکل می دهد و محض همین خصلت تشکل یافته در ایدئال به اوج خود می رسد. رشد معنوی جوان باید در جای اول باشد.
بیشتری آدمان معنویت را بدین یکجا می کنند. در اصل این واژه به تمام معنی دیگر دارد. دین به فهم بسیاری ها باوری مردم است. معنویت آشکار ساختن نوری الهی است که در روح هر آدم نهان است. این چیز وابسته به دینی معینی نیست، نه وابسته از آنکه کس پیروی کدام دین و مذهب است. اگر معنویت ندارد به جای نمی رسد و اگر او صاحبی معنویت است هر گونه دین او را مفید است. از این رو پیش از آنکه به کدام دین گرویدن جوان اندیشه شود، نخست به او ایدئالی معنوی باید داده شود. جوان روزهای ما که در روحی سودخوری و ثروت اندوزی تربیت شده است، هیچگاه نمی تواند آدمی خوشبخت باشد و این خوشبختی را با نزدیکان به هم بیند. بزرگترین خطای دوران ما تنها در روحی مادیگردانی تربیت نمودن جوان است که بیرون از اشیا و فضای اشیا که بیچاره‌تر از اشیاست به چیز جهد نمی کند. هیچ کودک به ایدئالی معنوی به دنیا نمی آید، اما محیط، آموزگار، دوستان او را مادیگران می کنند. وی خود به سری خود نمی تواند رشد کند هنگامی که فضا و هوا دیگر است. این گونه ایدئالی معنوی که کودک همراه به دنیا می آورد از سوی آموزگاران و مادیگرایان و دوستان نباید کرده و از میان برداشته می شود. دنیا امروز می توانست خیلی بهتر از آن بود که هست اگر به او در کاری ایدئالی مادی که اینک هدف یگانه بشر گشته است ایدئالی معنوی نیز پیشنهاد می شد و اگر از آزموده و دیده سبق گرفتن شرط است، پس آفتهای فاجعه انگیزی چند پیش آمده را که بازتابی روند رشد متریالیزمند نباید نادیده گرفت. و اگر جهان پس از این نیز به همان سو رود که امروز می رود، نتیجه چی خواهد بود؟ تا آن دم که ایدئالی معنوی در جای اول نیستد و در آموزش خانه و مکتب این گونه موقع نگیرد، به بهبودی بشر نمی توان امید بست. تنها همین می تواند دشوارترین مسئله دیگرگونسازی جهان را که پیش روی انسانیت ایستاده است حل کند. آغاز آموزش ایدئالی معنوی به جوان کاری آسان نیست، زیرا پیش رو چند خطر است که باید فراموش نشود. جوان نباید به دینداری متعصب و متکبر بدل شود. نگذارید بیندیشد که مسلک روحانیش او را به دیگران برتری می دهد. معنویت سست بیشتر به سوی کبر و غرور می برد. اگر تربیت معنوی جوان را دینداری آشتی ناپذیر سازد و او به پیروان دینهای دیگر با نفرت و بدبینی نگرد، آن نباید درست خوانده شود. در دنیا دینداران زیادی هستند که کتاب و مسجد و کنشت خود را یگانه و راست، اما دیگر همه دینها و کتابها را دروغ می دانند. این گونه باور هیچ گونه در نهاد کس معنویت نمی سازد. پارسایی از نرمی دل که از سرمای زندگی دور و بر یخ زده است برمی خیزد. تأثیر جهانی مادی عقل را منجمد می سازد، زیرا خودگرایی که از چار سو دیده می شود کس را دل سرد و خودبین می کند. بنابراین مهم آن است که دل جوان همیشه نرم و مهربان باشد. دو راهی نرم و نازک ساختن دل هست. نخست به جوان یاری باید داد تا زیبایی را که هزار گونه جلوه می کند کشف کند.
дигар дар ӯ бедор кардани майл ва порсоиву парҳезгароист, ки моҳияту асли рӯҳ аст. инҳоро намешавад омӯхт, аммо метавон онро дар дили ҷавон ҷо кард. агар падару модар ё омӯзгорон бидонанд, ки ин корро чӣ гуна метавон кард, ба сари кӯдак набояд ақида бор кард, аммо дар дили вай бояд тухми муҳаббат ба накӯӣ кошта шавад. маънии асли вожаи маънавият кашфи рӯҳ аст, ки бо роҳи фурӯ рафтан дар худ ё фаро рафтан аз худ метавон даст ёфт. камбуди бузурги ҷаҳони имрӯз аз миён рафтани оромӣ аст. оромиро бисёриҳо чун бекорӣ ё сустӣ шарҳ медиҳанд. инсони имрӯз камбуди тамаркуз ҳис мекунад. вай ҳавою фазои нооромиро бо худ дорад. бо ҳама донишу пешрафте, ки насибаш гаштааст, наметавонад худро роҳат ҳис кунад ва ноогоҳона ба дигарон низ нороҳатӣ меорад. аз ин рӯ оромӣ дарси муҳимест, ки имрӯз ба ҷавон бояд дода шавад. маънавият монанд ба объект нуҳуфта дар жарфони замин аст. маънавият монанд ба обест нуҳуфта дар жарфнои замин. онро аз решаи дил бояд берун кашид. ин кор ҳангоме даст медиҳад, ки агар одам бихоҳад ба одамон меҳру муҳаббат пайдо кунад, онҳоро бифаҳмад, бо онҳо ҳамоҳанг шавад. дониш дар бораи сурати ҳаёти инсон ва табиат фалсафа ном дорад. дониш дар бораи сирати ҳаёти инсону табиат психология ном дорад. инро метавон омӯхт, вале рӯҳи воқеии ин дониш дар бедории рӯҳ зоҳир мегардад. ба ҷавон андешаи олӣ бояд омӯхт, то вай тавонад аз идеали олӣ андешад, ба сӯи ғояи олӣ равад, дар зиндагӣ бо рӯҳбаландӣ аз онҳо кор гирад. маънавият маҳз дар шарофат ва ҷавонмардӣ ҷилва мекунад, на дар изҳори маънавият. наҷобати инсон бо дарки худфидоӣ амалӣ мешавад. агар одам новобаста ба мавқею ҷоҳ худфидоӣ нишон диҳад, вай воқеан наҷиб аст ва наҷобати маънавӣ асли асилзодагист. барои расидан ба маънавият шарт нест ба ҷавон фариштахӯӣ омӯхта шавад. ба ӯ одам буданро бояд омӯхт. ин аст нишони шахси бомаърифат. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавӣ аз барномаи зарангора дар қироати ровӣ ашури ашурзод аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. омӯзишу парвариш барои навзод ҳеҷ гоҳ зуд нест. тарбият бояд аз соати зодан оғоз шавад. рисолаи тарбият аз асарҳоест, ки хондану шунидану баҳра бурдан аз он барои ҳар кас заруру манфиатбахш аст. ин асар барои омӯзгору сиёсатмадор, деҳқону бозаргон, барои олиму ориф яксон муфид аст. пас пайгири силсилагуфтори зарангора бошед. дар таҳияи он саҳм гузоштанд коргардон мағфират носирова, масъул лутфия қурбонова. поёни гуфтори 16. шоду масрур бошед.